یه شب مهمون داشتیم. کفش‌ها تو حیاط جفت شده بود. همشون مرتب بودن به جز یه کفش که پاشنه‌هاش خوابونده شده بود. هر کس میخواست بیاد تو حیاط اون کفشا رو میپوشید. میدونی چرا؟ چون پاشنه‌هاش خوابونده شده بود. یکم فکر کردم و دیدم بعضی از ما آدما مثل همین کفشای پاشنه خوابونده هستیم. یادت باشه اگه سر خم کنی، اگه خودت به خودت احترام نذاری، اگه ضعیف باشی، همه میخوان ازت سوء استفاده کنن. کسی هم بهت احترام نمیذاره.